کنترل پروسه بطری پرکن رو داریم که در یک کارخانه تولید نوشابه انجام شده و این پروژه در دو حالت اتوماتیک و دستی قابل انجام است. همونطوری که میبینید من الان توی صفحه اتوماتیک هستم و یه صفحه HMI دیگه دارم که حالت دستی این پروژه است. توی حالت اتوماتیک ما این سویچ رو روی حالت اتو قرار میدیم و شروع میکنیم فرایند رو. میبینیم که در حال حرکت هست این نوار نقاله. اینجا ما به عنوان یک سنسور میایم و وقتی که در حال حرکت هست بطری توی PLC سیم این اتوالک 1 رو فعال میکنیم که همون فعال کردن سنسور هست. بعد از اون وارد مرحله بعدی میشه که قرار پر کنه. اینجا فوتوالکتریک 2 فعال میشه. میبینیم که در حال پر کردن بطری هست. چند ثانیه صبر میکنه و به مرحله بعدی میره که قرار درب بطری اینجا قرار داده بشه با استفاده از این جک. به این شکل انجام میشه. دوباره حرکت میکنه و به سنسور آخر میرسه که قرار شمارش کنه. میبینیم که یک عدد اضافه شد به شمارندمون و دوباره از اول شروع میشه این فرایند به صورت اتوماتیک. روبروی سنسور مخزن قرار میگیره، پر میشه. بعد از چند ثانیه حرکت میکنه و روبروی سنسوری قرار میگیره که قراره درب بطری گذاشته بشه. اینجا قرار میگیره و بعد به آخر حرکت خودش میرسه و از سنسور آخر عبور میکنه و دوباره یک عدد به این اضافه میشه. این فرایند به صورت اتوماتیکه و میبینیم که این دوباره تکرار میشه و قابل تکرار پذیری است. این برنامه‌ای که نوشتم توی تیا پورتال هست و با PLC سری S7 1200 زیمنس انجام شده. حالا حالت دستیش رو امتحان میکنیم. برمیگردیم به صفحه منوال. اینجا ما چند تا دکمه داریم: جاک فوروارد، جاک بکوارد، جاک والو باتن و جک باتن. یعنی ما میتونیم وقتی که جاک فوروارد رو میزنیم و نگه میداریم به این شکل بطری روی نوار نقاله حرکت میکنه، عقب و جلو میشه به این شکل و خودمون میبریم زیر این نازلی که قراره نوشابه پر بشه درون بطری. اینجا جاگ والو باتن رو که فشار بدیم و نگه داریم میبینیم که داره پر میشه این بطری. الان بطری فرضاً پر شده و دوباره جاگ فوروارد رو میزنیم. میبینیم که قابلیت اینو داره که عقب و جلو بشه. دوباره روبروی این جکی قرار گرفته که قراره در بطری روش پرس بشه. اینجا جک رو که فشار بدیم میبینیم که بله در بطری گذاشته شد و اینجا ما میتونیم اینو به آخر نوار نقالمون ببریم و یک بطری هم به صورت دستی ما پر کردیم.